پیش بیا. ای درد بیدرمان پیش بیا. آخه تو بر از به طبق هفتم بزدی به زمین. خب از اون طبق سرکلی و سکویی کولای سکو آینکای سکو ای دست میگردن تو که خود دوم به سیلی تیه کدی می یک ساعت برات تو میگردن ای سرکلی و سکو تو چرا خوری ایت چیزی تیه کدی تو چی کار میکنی؟ اندی گلجو شرطه به کسی چیزی نگویی. خب دیشب خواب جالبی دیدم. چی خواه دیدی؟ صاحب کرامات شدم. ییگا درد بیدرمون. خب اینقدر صاحب کرامات شدی پس بگو چی گپه؟ کسی صدا ما نشنوه. هیچ کی صدا تو نمیشه. اندی گلجو بله دیشب خواب دیدم که من صاحب کرامات شدم. حتی به سنگ، حتی به کلوخ، حتی به درخت. هم که بگم بیا میای پیش من. راست میگی؟ یعنی میگه یه شلغمت از زمین بگم بیای. گفت از میگه شلغم نیه. کشتیه خیر باشه. خب اگه تو راست میگی که صاحب کرامات شدی همون درخت بگو پیش بیایه. های من کدی وقت به تو راست گفتم که حالا با دروغ بگم که درخت بیایا. انتر منتر گوی کفتر بیا پیش بیا دیگه بچیم دیگه بریم من نبرد دیگه پیش بیا باش که دفعه دیو برو. انتر منتر گوی کفتر درخت پیش بیا بچیم دیگه بریم من نبرد دیگه بیا دیگه بچیم. نمیایه مجبورم خود مبرو بپیشیم. او باید بیاد تو چی پیشی میری؟ کسانه که اندی گلجو به کرامات برسن باید کبر و غرور نداشته باشن. یعنی تو مزی پرنده میپیشی پوست بالا میره من کرامات من خود میبرم پیشی. ای بربومو دردان تو بزر خاک سزکا نمیدی بگویدی پیش اندی گل. ای خاک برنگ تو خودی از این دروغات و پوفاتو این خیلی بود که تو دیدی که پوف میکنی درخت بیا درخت هم نمه خود رفتی پا درخت. ای خدا بیا مرزا جمع گله اگه دروغ میگفت لاف پوف میزد اقلا عمل که میکرد سارق امون پریبا جانو به در امون که میبرد. تو چه کار میکنی؟ تو سر جمع گله بخوردی اگه من سر تو نخوردم هرچی مستی بود. چه قمقم میکنی به لب خود؟ چی بگی؟ هیچ قمقم نکردم. چی مستی بمیدی برات میجی؟ هیچ مو آینه رو آینه با کجا کردی؟ من چی کنی آینه؟ آینه با کار دارم ما چشمه خود سرمه کنم. ماشالله همین همسایه ها دروغ نمیگن. چی میگن؟ که میگم روز بروز جوانتر و مقبولتر میشی. راست میگم یه لول خود جون نشدی از بسته که مغز کله میخوری. ای خاک مگره تو که چند وقت کله پاچه نخریدی؟ منظور مین قندی گلجو که سال به 12 ماه عدس همین نقنقایی که میزنی مغز کله مر میخوری. مغز کله مر. ای برو بمر تو بازی کله پو که تو مغزم داره که مغز کله تو رو بخورم. بابا گپام بیجایه. آخه تو تنبل بیکاره تاشم که با تو نگم چی با تو بگم چی به این درخت. من سال به 12 ماه به تازی خونه با تو زحمت میکشم رخت تو شیشته دیگه تو بار کرده خیاطی میکنم تو بیکاره غیرت داشتم اینجا شیشتی حالا که به من میگی مغز کله میخوری من با گربی که مغز کله تو بخورم. به زبان خوش که تو نمیفهمی انالی به زبان جاری تو رو میفهمانا. نفهمیدی یا نه؟ انالی به زبان جاری تو رو میفهمانا. بد کردم به خدا هر امری که میکنی اجرا میکنم. بد کردم. انالی جان آقا سکو تو گه بس کله پاچه زدی دلم واقعا کله پاچه عوض کرد. خیلی وقته که ما تو گوشتم نخوردیم لطه سرخه میبینم خیلی گوش میکنم. بگیر نامراد این پیران همسایه دیشب تا صبح شیشتم کوکک زدم بیامد ببود یک پنسدی شد. این میری به کله پزی کله پاچه میخری میاری خوب دوتم نون خشک 200 دیگه تو پس میاری. به چی شم قندی گلجو
میرم به تو 200 کله پاچه پخته کرده میستونم، نونم میستونم، دیگه پس میارم برای تو. بزی سرواز نرید دون بسیلی. بیا که برای رختار تو رم بودم به برخو کو. میگن زودی بیا گمه دلم از گوشنگی امال قش میره. داد خدا بگردم. به جا از این خیلی گنج خیلی میدیدی که خدا شبا به بالی من روز میکرد. خدا به من کجا تالی دادی بوده که اشی بده. برو. چی تویی کرده با خدا فقط وجود شدم از کوچم به دود کنار به تاجی باغچه کنار او چی لذتی داره دیگه تو خندی گل جوده که مطل بسته گرده خیلی خوشی هوا از سلامتی کله پاچه رو به تو بیارو گوی که من دیوانه کرد گوی قربان چشماتشون چه چشما داری اول از این پست کله شروع کنم آخ که از پاچک بخورم و تا سرق خونه بشد که من میخوردم ابرو ریزی بود این کنار باغچه این سبزی ها این شهر او خدا چی مزه چی پاچکا چی پا مقبوله داشته تو چقدر جفت لغت بزده بشی خیلی حسیب صاحب قوتر با پای زده بشی با دست زده بشی حالا تو پاکتر میخوام آخه زبون ازی هم مثل زبون قندیگل هنوت عری دو سر بری چقدر بررستا زده بشی آخه پاچک بخوردم شکمبر بخوردم زبانه بخوردم انال قربان چشماتشو این چشمتو چی رقم بیرو کنم این چشمتو نگه قندی گل جوده که تو بهم رفت بشی من اینجا به طباخچه خورده رای میرم همیشه همین تواسا بکن همین تواسا بکنی شکم جان آقام سر میشه اشته در که دینا مراد مرده بو مرد تو برای کفر رای کنم از گوشنگی دل مدگه را برا میرفت از اینجی این همی سبی که به بر رفته کن خدا کنه که کله پاچه خوب کلانی هم بیوده بشی خوبم پخته شده باشه که بیا از میدیم هم ناسازه خدا بیا مرزه جمع گل خوب کله پاچه ها می آورد کله پاچه ها خوبی می آورد خیلی نبینی لایی چی بودی؟ کله پاچیه؟ ای چی رقم کله پاچیه؟ پکو زبونیو؟ مثل که بیچاره که گنگ بوده زبان نداشته پس کو چشما ازی؟ بسپنده اگه ایران مثل که کور بود زبان که نجیش چشمم نجیش پکو گوشاییو قندی گل جو آخه این بدبخت زبان نداشته چیش نداشته و کرم بوده دیگه گوش از کجا میشه داشته باشه خب این از فرزن بخوری گفت پاچگاهیو آخه نیکل جو گستان خب تا سرا بسته نبوده و تا داشت بوده او را پاچگاهی را منگ برونده دیگه چکار کنم لا خب لبلا پس کو پست کلیو خب قندی گل جو واقعیت به تو بگم این گسپند مثل که شوخ بوده همین چپونی را از کله پست کرده او هم مثل جمع گل همیته به حرف گفت نبوده قندی گل جو خدا خوشو کرپسه کن انی بالکلپی دندونای پوزی همه صحیح و سالم خب همه جای سالمه ها مر یک دنخیا گربه میکنی یک دنخیا لبه میکنی خوب شد که جلوم هم این جگاهه فرس تو بسته بدم تو باشه بسته تو میگم